خب اگه بخوایم صحبت‌های شنتفره رو یه جمع‌بندی بکنیم، تو 2 مورد عایشه خودش رو نشون داده بود. یکی این که جلوی شنتفره وایساد و دفاع کرد از اون شاعر جوان به اسم لبید. یکی هم از پیامبر دفاع کرد موقع سخنرانی که بهش زنگ زدن. این اهمیتش از این قضیه است که با توجه به اون سن کمش، یکی در واقع اون حس ناسیونالیستی و حس این که از اهالی مکه دفاع کرده بود نسبت به دیگران، که هم لبید شاعر مکه بود خب هم پیامبر، با اینکه قومیتاشون فرق میکرد، حالا از قریش بودن یا مثلا از هاشمی بودن، به هر حال مکی بودن. یکی هم از بابت اینکه اهمیت در واقع علم و دانش و شعر و شاعری و خب طبیعتاً دارم توقع نداره از یه دختر بچه 11 ساله اینقدر پخته عمل بکنه و دفاع بکنه جوری که بقیه شرمنده بشن. به هر حال شنتفره این اظهارات رو می‌نویسه و برای معاویه به دمشق میفرسته. معاویه در جوابش میگه که ما یه جنگی در پیش داریم، باید بریم بیزانس که حالا امروز همون استانبول و اینا معروفه. باید به اونجا حمله بکنیم، اصطلاحاً لشکرکشی بکنیم، تو تحقیقات تو ادامه بده تا اصطلاحاً من برم و برگردم. ثابت بن عطات میگه که من هنوز نامه در واقع معاویه به دستم نرسیده بود که با یه شخصیت دیگه آشنا شدم که غلام حضرت خدیجه بود و حضرت خدیجه اونو در واقع گذاشته بود که کارهای حضرت فاطمه رو انجام بده. اسم این غلام انتر بود که یهودی بود، با عین نوشته میشه انتر. یهودی بوده و این که حالا خودش اینجوری حکایت میکنه که میگه ما به ثابت داره میگه ثابت ما یهودی ها همه میدونن که قومی راستگو هستیم و از دروغ بیزاریم و اگه دروغ بگیم یهوه یا همون خدای قوم اسرائیل حتما ما را مورد مجازات قرار میده و هر چی که میگن عین حقیقته. که میگه من تو شهر انطاکیه تو کشور سوریه متولد شدم. وقتی 5 سالم بود اونجا یه جنگی میشه و اینکه انطاکیه ویران میشه و یه بازرگان برده فروشی منو از سوریه به مکه میاره. در اونجا تو در بازار برده فروشا اون موقع که من 7 سالم بود منو برای فروش به بازار میاره و حضرت خدیجه همسر پیامبر منو میخره و میبره خونه. انتر ادامه میده که توی خانواده محمد کسی در واقع مثل غلام به من نگاه نمیکرد و با من به خوبی رفتار میکردن، از غذای خودشون به من میدادن، کارهای سخت رو من واگذار نمیکردن و تو این مدت من همبازی دخترای پیامبر بودم و اینکه میدونیم که 4 دختر داشته پیامبر که حالا تو منابع متفاوت اینکه آیا هر 4 تاییشون در واقع دختر پیامبر بودن یا نه یه خود اختلاف نظر هست. دختر پیامبر که خب زینب بوده که همسر ابوالعاص بن ربیع میشه. بعدن دومین دخترشون حضرت رقیه بوده که عروس ابولهب میشه. سومی ام کلثوم بود که بعد از اینکه از شعب ابی طالب خارج میشن همسر عثمان میشه و چهارمیش هم که خب حضرت فاطمه بوده. حالا که بعضی منابع من میخوندم نوشته بود که اون 3 دختر در واقع خواهرزاده های خدیجه بودند، یعنی حضرت خدیجه خاله‌شون حساب میشده. و البته یه پسر هم داشتن به اسم قاسم که تو کودکی فوت میکنه، برای همین کنیه حضرت پیامبر ابوالقاسم میشه. انتر ادامه میده که پیامبر همه دختراش رو دوست داشت ولی نسبت به فاطمه یه علاقه مخصوص ویژه‌ای داشت و میدیدم که اونو رو زانوی خودش میشوند و دائم سرش رو نوازش میکرد. شاید به خاطر اینکه از همه کوچکتر بود، ضعیف البنیه بود، یه مقدار جثه‌اش نحیف بود و با کوچکترین ناملایمتی اصطلاحاً بیمار میشد یا سرما میخورد. حتی میگفتش که از من میخواست پیامبر وقتی که بازی میکنم با فاطمه زیاد یه کاری کنم که ندوه، که بدنش اصطلاحاً خیس نشه، عرق نکنه و سرما نخوره. توجهش بیشتر بود، بنا به دلایلی که خب همه ما میدونیم.
بعد اعتراف میکنه عنتر که میگه فاطمه قلب رئوفی داشت، از همه بیشتر به من توجه میکرد، غذاشو حتی نصف میکرد به من میداد، میگفت تو کار میکنی، و اینکه از اونجایی که من آدم پرخوری بودم بازم غذاشو نصف میکرد به منم میداد که سیر بشم. میگه تو اون مدتی که تو این خانواده بودم میدیدم که چقدر افراد سرشناسی که حالا عمدتاً مذهبی هم بودن تو این خونه رفت آمد میکنن، از جمله ابوبکر و دخترش عایشه، که این هم اشاره میکنه، میگه که اون چیزی که توجه منو جلب کرد در مورد عایشه این که موهاش سرخ و حنایی بود. تو عربستان ندیده بودن یه خانمی که موهاش سرخ و حنایی باشه و اینا. بعد یکی از مشخصاتش رو عنوان میکنه که عایشه بزرگتر از سن خودش نشون میداد، در صورتی که حضرت فاطمه کوچکتر از عمر خودش نشون میداد. با اینکه خب حضرت فاطمه بزرگتر بوده، یعنی موقعی که عایشه به دنیا میاد حضرت فاطمه با 3 خواهر دیگرش توی حیات خودشون داشتن بازی میکردن، علاوه سن و سال عرض میکنن. بعد حالا عنتر میگه که من نمیدونم که چه اصراری داشتن اشراف مکه بیان به دیدن محمد و خانواده‌اش و اینا، ولی بعداً فهمیدم که اصلا میخوان پیامبر رو از مکه اخراج بکنن، چون حالا مسلمان بود و با بت‌پرستا مخالفت میکرد و اینا، که یک بار اصلا رسما اومدن گفتن که باید ترک بکنید مکه رو، برین تو منطقه کوهستانی که متعلق به ابوطالب بود، که همون شیب ابوطالب معروف میشه. حالا اون آموزه هایی که ما قبلا داشتیم همیشه یه حسی داشتیم که مثلا یه جای خشک و بی‌آب و علفی بوده، در صورتی که اینجوری که کتاب نوشته و حالا منابع دیگه ای من دیدم یه دره‌ای بوده که اتفاقا خیلی از سران مکه میرفتن اونجا خونه‌های ییلاقی میساختن برای خودشون، چون آب فراوانی بوده و اعتراف میکنن که اونجا اگه مثلا غذا گیرمون نمی اومد، لحاظ آب به قدر آب زیاد بود و رودخونه اونجا بودش که یه شب اصلا جوری طغیان کرد که خونه هایی که ما اونجا ساخته بودیم نزدیک بود خراب بشه. اونجا خب خونه که نبوده، مجبور بودن با سنگ و گل و اینا خونه بسازن و شروع کنن زندگیشون رو انجام دادن. میگه اول فکر کردم فقط خانواده محمده که باید بیاد، ولی دیدم نه، کم کم همه رو دارن اصطلاحاً که مسلمان شده بودن بیرون میکنن که بیان توی اینجا. حتی خود ابوطالب پدر حضرت علی هم که عموی پیامبر میشه اومده بود. به هر حال عنتر ادامه میده که ما مشکل آب اصلا نداشتیم، ولی خب کمبود آذوقه خیلی اذیتمون میکرد و حتی اشراف مکه که از طایفه قریش بودن میگه که اطراف شب مستقر شده بودن که وقت فروشندگان خواربار نتونن خودشون به ما برسونن و به ما آذوقه بفروشن. یه بار حضرت خدیجه عنتر میخواد، میگه که ما که اینجا سکونت کردیم خب مسلمونیم، نمیتونیم به مکه مراجعت بکنیم، ولی تو اگه میخوای تو رو آزاد میکنم و برگرد، این سختی رو تحمل نکن. ولی خب عنتر قبول نمیکنه، میگه که نه، من راحتم و هیچ مشکلی ندارم با این قضیه، حالا یه مقدارم گشنگی به ما فشار بیاره من شکایتی ندارم و دوست دارم تو خانواده شما باشم. حضرت خدیجه میگه که تو که اینقدر به ما و مخصوصا به فاطمه علاقه داری، چرا مسلمون نمیشی؟ و عنتر تو جوابش میگه که ما یهودی‌ها نمیتونیم از دین خودمون دست بکشیم. عنتر ادامه میده که ابوطالب یه پسری داشت به اسم علی که تازه نوجوان شده بود و خیلی دلیر و شجاع بود. دیدم یه بار داره به محمد میگه که من برم مکه و آذوقه بیارم، که پیامبر اول منصرفش میکنه، میگه که خطرناکه، وقت کشته میشی، چون گفته بودن که اگه پاشونو گذاشتن اینجا بکشین اصطلاحاً. ولی میگه من پیشنهاد دادم که منم میتونم با علی برن، 2 نفری با هم دیگه بریم. پیامبر و خدیجه با هم مشورت میکنن و این اجازه رو میدن و عنتر میگه قبل از اینکه حالا غروب بشه ما از شب زدیم بیرون به سمت مکه رو افتادیم و من تصورم میگه این بود که فکر میکردم حالا سواران قریش رو ببینم که بیرون هستن و نمیذارن ما از شب خارج بشیم، ولی دیدم که نه،
قریش مشکلی نداشت از اینکه همه مسلمونا از شیب خارج بشن، ولی مشکلش این بود که وارد مکه نشن. به هر حال میگه که ما حرکت کردیم به سمت مکه و یه جوری سعی کردیم وارد شهر بشیم که هوا تاریک بشه. حتی شهر رو دور زدیم، از یه در دیگه‌ای وارد شدیم که تا میشه جلو چشم نباشیم اصطلاحاً. میگه علی بقالی رو میشناخت که مستقیما رفتیم سراغ همون تا دیر وقت باز بود و وقتی که اون مرد بقال حضرت علی رو دید، اول که حیرت کرد، بعد از حال پدرش ابوطالب پرسید، بعد گفتش که اینجا چی میخواین و حضرت علی هم قضیه رو گفت که اومدیم آذوقه تهیه بکنیم. پیرمرد هم میگه که خب اگه دستگیر بشین شاید به خاطر اینکه سنتون کم باشه شما رو نکشن، ولی قطعاً ولتون نمیکنن و اذیتتون هم میکنن. بعد میگه که یه اشاره‌ای به من کرد، گفت این که علی هم گفتش که این اولا غلام ماست، بعدش هم یهودیه. اینجا یه مقدار صحبت رد و بدل میشه بینشون، از جمله این که بقال سال خورده میگه نمیدونم اینجا آیهی زدن که هر گونه معامله‌ای با شما ممنوعه و اگه بگیرن هم شما هم ما دچار خطر میشیم. حالا این مواردش رو من گذر میکنم، انشالله خودتون اگه خواستین تمام صفحاتشو، چون دیالوگا زیاده و واسه همین میگم یه تصویرسازی خوبی میکنه، اینا رو انشالله واگذار میکنم به خودتون بخونید. ولی خروجی کار این میشه که حضرت علی میگه من نمیتونم دروغ بگم، اگه من دستگیر بشم و بگن از کی خریدی مجبورم که راستشو بگم. و انتر یه جورایی اعتراف میکنه به در واقع راستگویی و صداقت حضرت علی و میگه راهکاری پیدا میکنه. حضرت علی میگه که من میرم خارج شهر منتظر میمونم، شما اجناس رو بده انتر و اگه هر اتفاقی هم بیفته شما به انتر فروختی و من نفروختی. ایشون 2 بار 3 بار میاد آذوقه رو به من میرسونه و در نهایت به هم دیگه کمک میکنیم و میبریم آذوقه رو میرسونیم به شعر. خود پیامبر دستور داده بوده که مواد غذایی به صورت مساوی بین همه تقسیم بشه و حتی خودش و حضرت خدیجه هم فداکاری میکردن، از سهم خودشون به دیگران واگذار میکردن. خود پیامبر سعی میکرده که به حضرت خدیجه در واقع زیاد سخت نگذره و بهش میگفته که حالا شما یه عمر راحت زندگی کردی، الان نباید سختی بکشی و حضرت خدیجه زیر بار نمیره، میگه که در کنار همدیگه هستیم. که اتفاقا همین قضیه هم باعث میشه که متاسفانه از دنیا بره توی شب و پیامبر خیلی خیلی به سخت میگذره بعد از خدیجه. حالا جلوتر باز بهش میرسیم. به هر حال انتر ادامه میده که 4 روز بعد از این که خاروبار و آذوقه رو آوردیم به سمت شب، یه کاروانی از کنار شب رد میشه به ریاست عتبه ابن ربیعه که از سران قریش بوده و به سمت مکه داشته میرفته. میگه که علی برای دیدن کاروان از شب خارج میشه و منم دنبالش میرم و اونجا حضرت علی خودش معرفی میکنه و میگه که ما از مکه اخراج شدیم و الان توی شب هستیم. و وقتی که اون عتبه ابن ربیعه میشناسه حضرت علی و میگه من به پدرت ارادت خاصی دارم و ایشون به گردن من حق داره، من هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم. یه مقدار آذوقه و خوراکی میده و میگه که این به صورت کادو باشه اصطلاحاً و پولش رو دریافت نمیکنه. حضرت علی هم خب تشکر میکنه، میگه که خب این بخشش به کنار، ولی هر چی که شما مازاد دارین با توجه به اینکه به سمت مکه دارین حرکت میکنین، خودتون کاروانیان، ما حاضریم که بخریم از شما. و توی این فاصله انتر میگه من رفتم قضیه رو به حضرت محمد و خدیجه گفتم و ایشون هم تایید کردن که هر چقدر میتونید خریداری کنید و بیارید. باز ادامه میده، میگه که خود این عتبه ابن ربیعه اتفاقا ما بعداً شنیدیم وقتی که به مکه رسیده بود خیلی مورد بازخواست قرار گرفت و توبیخ شد که چرا این کارو کرده و حالا عتبه هم میگه که من نمیدونستم این قضیه رو و چون سود خوبی توی این قضیه بود این معامله رو انجام دادم.
به هر حال بعد از این قضیه اون کاروانایی که اهل مکه بودن این معامله رو انجام نمیدادن چون از عواقبش میترسیدن، ولی کاروانایی که دیگه مال مکه نبودن و از جاهای دیگه بودن، اصطلاحاً بیگانه بودن، به خاطر اینکه مسلمان‌ها حاضر بودن پول خوبی بابت خاروبار بدن، اونا هم میفروختن مازادشونو. حالا ادامه میده عنتر که چون این عبور کاروانا منظم نبود، خب گاهی چند هفته طول میکشید تا یه کاروان رد بشه، خیلی گرسنگی فشار می آورد و تو یکی از همین در واقع مدت‌های طولانی حضرت خدیجه بیمار میشه و حالا به چه طریق این خبر بیماری حضرت خدیجه به مکه میرسه که سران قریش پیغام میفرستن که اگه از دین محمد دست برداری میان دنبالت، اصطلاحاً با تخت روان میارن تو مکه و مورد مداوا قرار میگیره و ایشون قبول نمیکنه و پیغام میفرسته که من به هیچ عنوان دست از دین محمد بر نمیدارم. اونا هم وقتی میبینن که حالا موضع حضرت خدیجه مشخصه، دیگه زیاد اصلاح نمیکنن و پیشنهاد انتقالش به مکه نمیدن. به هر حال روز به روز حال حضرت خدیجه بدتر میشه و 3 روز قبل از اینکه اصطلاحاً وفات کنن به عنتر میگه که بیا داخل اتاق کارت دارم و میگه وقتی وارد میشم میبینه که حضرت محمد و ام کلثوم و فاطمه تو اتاق هستن. حالا اینجوری که من خوندم و متوجه شدم توی این سرگذشت اومده، از 4 تا دختر پیامبر ام کلثوم و فاطمه فقط توی شب بودن و اون 2 نفر دیگه زینب و رقیه به خاطر اینکه خب به هر حال شوهر داشتن خارج از شب بودن. به هر حال حضرت خدیجه به پیامبر و دختراش میگه که از این به بعد عنتر آزاده و میتونه بره حالا هر جای خاص زندگی بکنه و حضرت محمد هم تایید میکنه و میگه که ما هم آزادش میکنیم. ولی خود عنتر میگه که من از شما و از فرزندانتون نمیتونم دست بکشم، مخصوصا از حضرت فاطمه، و تا روزی که زنده هستم میخوام در واقع خدمتگزار ایشون باشم. حضرت خدیجه ادامه میده که من به زودی از این دنیا میرم و اگه قصد خدمتگزاری داری به دخترم فاطمه خدمت کن، چون احساس میکنم که فاطمه هم به تو علاقه داره و همیشه از تو جانبداری میکنه. و میگه چون دیگه کار دیگه ای نداشتم از اتاق خارج شدم. میگه از اون موقع به بعد تا موقعی که حضرت خدیجه فوت میکنه، حضرت محمد و فاطمه از بالین حضرت خدیجه دور نمیشن و گاهی گداری متوجه میشدم که حضرت خدیجه وصیت میکنه راجع به نگهداری حضرت فاطمه به پیامبر تاکید میکنه که در واقع فاطمه بنیه ضعیفی داره، تا میتونی بهش توجه کن و ازش نگهداری بکن. عنتر ادامه میده که 3 روز بعد از اینکه اصطلاحاً از غلامی آزاد شده بودم، هنگام سحر دیدم که صدای شیون و فریاد و گریه و زاری بلند شد و متوجه شدم که ایشون فوت کردن و همه کسایی که توی شب بودن، حتی حضرت ابوطالب که اسهال خورده و پیرمرد بوده و اینا، همه اشک می‌ریختن، شیون زاری می‌کردن و مخصوصا حضرت محمد که خیلی بی‌تابی می‌کرد و گریه می‌کرد و خودش با دسته خودش حضرت خدیجه رو میشوره و جسدش رو به خاک میسپاره و میگه از اون به بعد دیگه خیلی فضای شب فضای سنگین و غم گرفته ای بود، مثلا که دیگه هیچ کس ندید که حضرت محمد یه تبسم حتی بکنه، یه لبخند بزنه. بعد از وفات ایشون عنتر میگه که من دیدم حضرت محمد توجهش به حضرت فاطمه خیلی بیشتر شده و بیشتر اوقات خودش رو با ایشون میگذرونه. میگه منم به خاطر اینکه اون فراق مادر رو کمتر بکنم براش، منم سعی میکردم بیشتر به حضرت فاطمه توجه نشون بدم و صحبت میکردم باش که اصلا قضیه دشمنی در واقع قریش و مکیان با شما چیه. حضرت فاطمه هم توضیح میده به خاطر اینکه پدرم خیلی طرف فقط فقرا و ضعیف ضعفا هستش و حتی شایع شده بود که پیامبر قصد اینو داره که غلامان و فقرای کشورهای دیگر رو، حتی یمن و بصره و شام و اینا رو بر علیه ثروتمندان بشورونه و خب این صحت نداشت. میگفتش که پیامبر فقط قصد اینو داشته که
مردم رو متوجه حق و حقوق خودشون بکنه و اینکه راه راست بهشون نشون بده. بعد ادامه میده که بعد از مرگ خدیجه میدیدم که عایشه زیاد پیش پیامبر میرفت و وقتی که میدید که پیامبر ناراحت و غمگینه براش آیات قرآن رو زیاد میخوند و میگه تو بین مسلمونا کسی رو ندیدم که به اندازه عایشه انقدر حافظه قوی داشته باشه و آیات قرآن رو از حفظ بلد باشه و همه آیات قرآنی که تا اون موقع به پیامبر رسیده بود از حفظ داشت و گاهی اولاری برای پیامبر میخوند و هر دفعه هم که عایشه قرآن میخوند حضرت محمد نگاش میکرد و بعد از اینکه خوندنش تمام میشد میگفتش که خداوند تو را رو سفید کند. یه بار میگه دیدم که عایشه داره به پیامبر میگه که اگه خدیجه همسر تو به شب هم نمی اومد تو مکه فوت میکرد، به خاطر اینکه قبل از اینکه ما به شب بیایم من از ام عمرو که همون قابله بود شنیده بودم که میگفت خدیجه به یه مرض خیلی لاعلاجی که حالا اینجا اشاره کرده به سرطان مبتلاه و به زودی اونو از پا در میاره. به هر حال حضرت محمد خب خیلی ناراحت بود و میگه که به خاطر این اتفاقا باعث شد که همسرم از دست بدم و این فشار و این گرسنگی که بهش تحمیل شد. اینجا دیگه یه چند صفحه توضیح میده راجع به نحوه زندگیشون تو این مدت و حالا مکالمه‌ای که بین مسلمونا شروع میشه که آره حضرت محمد به خاطر این ناراحتی‌ها باید زن بگیره. یکیشون میگه که آره عایشه مناسبه، یکی میگه نه عایشه مناسب نیست، اون یکی میگه که خب خیلی عایشه سنش کمه، اون یکی میگه اصلا نژادش فرق میکنه. به هر حال زمزمه‌های این ازدواج از همونجا اینجوری که توضیح داده شروع میشه و البته میدونیم که بعد از اینکه از شب خارج میشن پیامبر با سوده ازدواج میکنه که سوده هم شوهرش رو از دست داده بوده و حالا با معرفی همین ام عمرو قابلهه و این که میبینن حضرت پیامبر خیلی ناراحته سوده رو معرفی میکنن و با ایشون ازدواج میکنه. به هر حال عنتر ادامه میده که من ناراحت حضرت فاطمه بودم چون دوست نداشتم که این صحبت ها که پدرش بخواد با یه دختری که هم سن و سال خود فاطمه هست ازدواج بکنه باعث رنجش و ناراحتی فاطمه میشد. بعد از این قضیه وفات حضرت خدیجه هم که بدونیم حضرت ابوطالب عموی پیامبر و پدر حضرت علی فوت میکنه و خیلی دیگه فضا سنگین میشه به طوری که به جای ابوطالب که بزرگ قوم هاشمی بود برادر دیگه‌اش ابولهب جاشو میگیره و ابولهب با صحبتایی که میکنه با سران قریش قرار میشه که اینا برگردن به مکه و میگه از اون موقع بعد ابوبکر و دخترش هم رفتن خونه خودشون. گاهی گداری من میشینم که میاد منزل پیامبر و برای پیامبر قرآن میخونه. بعد ادامه میده که یه بار دیدم که عمر بن خطاب که خلیفه دوم باشه یه بار اومد منزل پیامبر و بهش گفتش که به خاطر اینکه این غم و اندوه و رنج رو فراموش کنی زن بگیر و پیشنهاد زن گرفتن پیامبر رو میده و میگه یه بار دیدم که ام کلثوم به خاطر این حرفایی که شده بود بین در واقع مسلمونا که پیامبر با عایشه ازدواج بکنه ام کلثوم خیلی ناراحت میشه و میگه من حاضرم هر کس دیگه زن پدرم بشه ولی این که در واقع هم سن و سال خودمونه جای مادر منو نگیره و میگه من حدس میزدم که حضرت فاطمه هم این قضیه رو بدونه ولی هیچ موقع به زبون نیاورد و ادامه میده که فاطمه به همون اندازه که رأفت و ترحم داشت به همون اندازه متانت داشت و هیچ موقع ندیده بودم که فاطمه از عایشه بدگویی بکنه. برعکس میگفت بعضی وقتا میدیدم که وقتی که از شب برگشتیم عایشه نسبت به فاطمه یه مقدار سر سنگینه. علتش این بود که خب پیامبر خیلی حضرت فاطمه رو دوست داشت و همیشه نوازشش میکرد، قربون صدقش میرفت و همین برای عایشه سنگین تموم میشد. و ادامه میده که
من یقین دارم که عداوت و دشمنی عایشه نسبت به فاطمه و شوهرش علی که حالا تو این فصل بهش میپردازیم و کینش نسبت به فرزندان فاطمه از همین جاها شروع شد. خب حالا تا همینجا فعلا کافیه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.